سلام همراهای عزیز، به کانال من خوش اومدید. امروز میخوایم پیراشکی سبزیجات درست کنیم. با من همراه باشید. مواد لازم برای خمیر پیراشکی: 1 لیوان جو پرک، نصف لیوان آرد سبوس، 1 لیوان آرد معمولی، 1 لیوان آب گرم، سفیده تخم مرغ 1 عدد، خمیر مایه 1 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق چایخوری، نمک نصف قاشق چایخوری و کمی روغن. مواد میانی پیراشکی: بادمجون 1 عدد، کدو، هویج، گوجه فرنگی از هر کدوم 1 عدد، 2 حب سیر، نصف 1 پیاز متوسط و کمی گشنیز و ادویات مورد لازم. در این مرحله جوی پرک داشتیم 1 لیوان، اونو میریزیم توی کاسه. و 1 لیوان آب گرم میریزیم روش. آبمون باید گرم باشه تا اینکه جوی پرک خیس بخوره. بعد خمیر مایه رو بهش اضافه میکنیم. و شکر. کمی هم میزنیم و بعد روش رو میپوشونیم، میذاریم یه 10 دقیقه استراحت بکنه. و آرد سبوسدار داشتیم نصف لیوان، اونم بهش اضافه میکنیم. و در این مرحله آرد معمولی که داشتیم باید اونو الک بکنیم. اونو الک میکنیم. با الک کردن کیفیت خمیرمون خیلی عالی میشه. یک عدد سفیده تخم مرغ داشتیم و اون رو هم اضافه میکنیم. و به اندازه نصف قاشق چایخوری نمک. همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. و کمی روغن زیتون بهش اضافه میکنیم به اندازه 2 قاشق غذاخوری. بعد از اینکه روغن رو اضافه کردیم با دستمون خمیر رو ورز میدیم.
کمی روغن به دستمون میزنیم و شروع میکنیم به جمع کردن خمیر. دیگه کافیه و روشو میپوشونیم و اجازه میدیم 1 ساعت استراحت بکنه خمیر. خمیرمون در حال استراحته و ما مواد میانی پیراشکی رو درست میکنیم. کمی روغن میریزیم توی مایتابه. پیاز رو ریز نگینی خرد میکنیم و با کمی روغن تفتش میدیم. دو حبه سیر داشتیم که اون رو هم ریز خرد میکنیم. و به همراه پیاز تفتش میدیم. یک عدد کدو سبز داشتیم که اون رو هم ریز نگینی خرد میکنیم. و بعد از خرد کردن اون رو هم به همراه بقیه مواد تفت میدیم. یک عدد بادمجون داشتیم، اون رو هم پوست میکنیم و بعد از پوست کندن به همون روش قبلی نگینی خردش میکنیم. کمی نمک میریزیم. هویج رو هم با رنده درشت رنده میکنیم. یه دونه گوجه فرنگی داشتیم، اونم پوستش رو میگیریم و بعد ریز خردش میکنیم. به اندازه 2 قاشق فلفل دلمه رنگی که من اینو قبلا داشتم توی فریزر بود و الان یادم افتاد آوردمش. سبزیجات رو نباید زیاد سرخ کنیم، همین که نرم شدن کافیه. به اندازه 1 قاشق چایخوری پودر کاری، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، یک قاشق چایخوری ریحان خشک.
مواد میانی پیراشکی آماده شد. حرارت رو خاموش میکنیم و میذاریم تا اینکه کمی خنک بشه. خمیر ما آماده شده. بعد از 1 ساعت پف کافیشو کرده. اول باید پفشو کمی بخوابونیم و خیلی کم ورزش بدیم. و بعد دوباره بذاریم 10 دقیقه دیگه بمونه و استراحت دومشو بکنه. کمی آرد روی سینی میپاشیم تا خمیر به سینی نچسبه. خمیر نرم و لطیفی هستش، نیازی به وردن نیست. همین با انگشتامون خمیر رو کمی باز میکنیم. و من با یه همچین وسیله خمیر رو تقسیم کردم. کمی روی میز آرد میپاشیم و خمیر رو میذاریم روش. با انگشتامون بازش میکنیم. نیازی به وردنه نیست. به اندازه 1 قاشق غذاخوری پر از مواد رو میذاریم وسط خمیر. و بعد دولاش میکنیم و با انگشتمون کنارای خمیر رو به هم میچسبونیم به این روش.
روی خمیر رو میپوشونیم و 20 دقیقه بهش استراحت میدیم و بقیه کار رو انجام میدیم. کنارهای خمیر که کمی مونده بود من اونا رو به چونه های کوچیک تقسیم کردم و خواستم با این قالب یه مدل دیگه از پیراشکی رو درست کنم. بعد از اینکه خمیر رو باز کردم گذاشتم توی قالب و مواد میانش هم گذاشتم و باید ته خمیر رو به این شکل جمع کنید تا باز نشه. توی قالب حتما باید کمی روغن بزنین تا اینکه خمیر بهش نچسبه و به راحتی ازش جدا بشه. فر رو از قبل من روشن کردم و رو دمای 175 درجه سانتیگراد تنظیمش کردم تا بعد از اینکه کارامون تموم شد فرمون هم گرم بشه. بعد از اینکه 20 دقیقه به خمیرها استراحت دادیم با یک زرده تخم مرغ و کمی شیر روی پیراشکی ها رو رومال میکنیم. کمی کنجد میپاشیم روشون. فر هم گرم شده و پیراشکی ها 25 دقیقه زمان میخوام برای پخته شدنشون. من پیراشکی ها رو از فر در آوردم، کاملا پختن و روشون هم طلایی شده. امیدوارم که شما هم توی خونه درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. روزتون خوش، خدا نگهدار.